عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما بینندگان بسیار عزیز و بی‌نهایت ارجمند صحیفه خرد. طوری ما به همه شما معلومات داده بودیم، ما تصمیم گرفتیم در صحیفه یوتیوب کانال خرد من بعد متخصصانی ساحه گوناگون را دعوت کنیم و تا درباره شما درباره علم های معاصر یا به اصطلاح مدرن برایتان معلومات ده پیشنهاد کنیم. و امروزه همصحبت ما هستند استاد و نفری که تا به امروز صدها نفر را برای ملکه دانش مولویشان تعلیم دادن، تدریس دادن و به زینه‌های بالا بردن. استاد جناب الدین اشورف هستند که استاد بسیار خوش آمدید میگوییم. بسیار خوش آمدید و نخست میخواستیم برای بیننده مختصر درباره خودتان معلومات میدادید. تشکر زیاد. من جناب الدین اشورف طی 14 سال آخر می شود که با همین کسب آموزانیدن متخصصان ساحه مالیه، حسابداری، اودیت، اندازبندی مشغول هستم. عموما در همین 14 سال فعالیت خود به واسطه زیاده از 15,000 اشتراکچیان کورس های ما بودند. همین درس های شما برای جوانان امروزی ما چی ثمر دادن و چی ضرورت دارد برای آموزانیدن این گونه اختصاصی که شما برای آنها پیشنهاد میکنید؟ امروز متاسفانه بعد ختم دانشگاه ممکن که زیاده از 90% دانشجویان مستقلانه همچون متخصص کار کردن نمیتوانند. ممکن بعضی ها ضد این فکری من باشند، ممکن گویند که تو خطا میکنی، لیکن چیزی که من میبینم همین است. من تجربه کار در دانشگاه هم داشتم و از نزدیک با این مشکلی شناس هستم. بعد که دانشگاه را تمام میکنند دانشجویان، بعد در دوام 1 سال 2 ساله که در نزد ما درس میخوانند، الکی آزاد در کدام ساحه‌ای که نخواهند، کدام ساحه‌ای که میخواهند مستقل میتوانند سرمحاسب کار کنند یا دیرکتور مالیوی کار کنند، یا میتوانند بیزنس خود را داشته باشند که اون را مستقلانه اداره کردن توانند که سرمحاسب آنها را فریب دادن نتواند. در نزد ما اون چیزی که طلبات زمان است و وقتی که کار میروند در عملیه همون رو وامیخورند و همون سرکار دارند، در کورس های ما همون چیز را مییابند. دیگر طایفه مثال اشتراکچیانی را داریم که از دیگر ساحه میگذارند به ساحه مالیه، حسابداری، از نول، از صفر همین کسب را آموختنی اند. ما آنها را هم یاردم میکنیم که خود را با کار تامین کنند یا بیزنس خود را به ترتیب درآورند. بچه‌ها را برای صاحب گشتن به سرتیفیکاتی بین المللی کپس تعلیم میدهید. عموما برای بیننده ما ویژگی های همین سرتیفیکات را شرح میدادید. از سال 2002 این جانب در همین دولت های پس شوروی یک برنامه بین المللی منطقوی گویم، بین المللی منطقوی و یکمین برنامه با زبان روسی، برنامه سرتیفیکاسیون محاسبان کسبی اودیتوران و مالیاتچیان براه مانده شد. 4 فن آن را اگر امتحانش را گذارید صاحب یک سرتیفیکات که و علاوه‌ای با 4 امتحان دیگر سرتیفیکات زینه دوم سرتیفیکات سیپا را صاحب می‌شود. سرتیفیکات کپ CAP با زبان با حرفای انگلیسی نوشته می‌شود. این یعنی سرتیفیکاسیون بوغالتر پرکتیک، محاسب کسبی سرتیفیکات دار. عموما قسم اساسی اشتراکچیان کورس های ما اساسا همون داوطلبانی هستند که همین سرتیفیکات رو گرفتن میخواهند. من خودم این سرتیفیکات رو وقتی که در سالهای اولی گشوده شده این برنامه بود، سالهای 2004 و 5 خوانده این سرتیفیکات رو گرفته بودم. ارزش و قیمت همین سرتیفیکات در چی است؟ در آن است که من داوطلب رو تیار میکنم، من در امتحان او تماما تاثیر رسانیدن نمیتوانم. امتحان را تماما دیگر کس قبول میکند، دیگر تشکیلات قبول میکند و آنها هم نه اون داوطلب رو میشناسند، نه یگان علاقه خویشگری و شناسی دیگر چی دارند که یا دیگر را یاردم کنند. این یک بهای چی میگویند سطح کسبیت همون داوطلبان را نشون میده. کسی که سرتیفیکاتی کپ گرفته است امروز در تاجیکستان زیاده از 400 نفر 420 چند نفر بود. داخل معلوماتی که میدانستم زیاده از 400 نفر صاحب سرتیفیکات کپ شدند که نشان دهنده نسبتاً
پست است. لیکن من باور دارم که متخصصایی که ما داریم بسیارترش این چیز رو گرفتن میتوانند. ولی شما در بالا قید کردید که دانشجویان هم میتوانند دارای این سرتیفیکات باشند. برای دانشجویان چگونه است؟ در ریخت طلبات هایی که برای داوطلبانی که سرتیفیکات را گرفتن میخواهند یک پونکت هست که تجربه کاری داشته باشند. یعنی دانشجویان حاضر میتوانند علاقه خواندن را سر کنند با این برنامه. همین که تمام کردند یگانجا یک تجربه کاری مینیمالی گرفته میتوانند صاحب سرتیفیکات شوند. در اینجا ما آموزش را فقط از دانشجویان حتی از صنف 10-11 مکتب میانه هم میتوانیم سر کنیم. بعض اشتراکچی کورس های ما به حساب اساس های به حسابگیری محاسبی را از صنف 10-11 سر میکنن خواندن. یعنی علاقه برای خود کسب انتخاب کردن که همین ساحه اداره کنی یا مالیه یا به حسابداری میروند، از صنف 10-11 علاقه به آموزش همین چیز سر میکنند. دانشگاه علاقه نیم تیار میروند و علاقه یک چیز را میدانند. بسیار تشکر. و به نظر شما آموزش جوانان امروزی ما با فنهای دقیق، یعنی میل جوانان امروزی ما به همین گونه فنها که چون شما مربی هستید درس میگویید چگونه است؟ با ایزی کمی دانشجویانی هستند که بغیر از دانشگاه در کوشش کافتوکاو یگان دانش یگان کورس های علاوگی هستند و آمده باز خراجات کرده همین درس ها را میخوانند. تقریبا ممکن 1-2% باشد، از این هم ممکن کم باشد. من فکر میکنم وقتی آن رسیده است که ما دانشجویان را دعوت کنیم که همین کورس ها را آماده خوانند علاوه به آنکه در دانشگاه میخوانند. در دانشگاه من در خودم در خاطر دارم که در یک اودیتوریم ما لکسیا شیشته میخوندیم، یک معلم برای 80-100 نفر لکسیا میخوند. هیچ امکانیت ندارد که این معلم برای 80-90 نفر در دوام همین 40-50 دقیقه که درس میدهد یا یک نیم ساعتی که درس میدهد پرره به سوالشون جواب پرره گرداند و تحلیل کند و فکر کند که همین چه خیلی جواب دیم که همین بهتر فهمد. در این کورس ها ما هم از تجربه خودمون از تجربه روز برای آنها یگان مثال ها میبریم، هم دانش میدیم نظریوی که کفایه است او زیادش مثال لازم نیست حاضر برای همین مرحله آموزش مثال. خب شما اینجا بسیار مفصل و کوتاه بیان کردید که ما تا امروز افراد زیادی را تعلیم دادیم و بسیاری ها صاحب این سرتیفیکات گردیدند و حالا برای بیننده ما گفته میتواند که مرکز شما چی نام دارد و کدام کورس ها را برای داوطلبان تعلیم میدهید؟ 1.5-2 سال اخیر ما مرکز تعلیمی خودمون را گشادیم. مرکز تعلیمی ذهن مالیوی نام دارد، فینانس به اینتلکت یا فاینانشال آی کیو. ما در این مرکز تعلیمی همون امروز یک چند کورس های آموزشی برای مانده ایم. با مانندی چه گفتیم 4 کورسی که برای گرفتن سرتیفیکاتی کپ یاردم میکنند: به حسابگیری مالیوی، به حسابگیری اداره کنی، نظام اندازبندی تاجیکستان و نظام حقوق در بیزنس. لیکن نفرانی هستند که آماده از این کورس ها سر کردن نمیتوانند آموزش را، برای آنها کمتر زمینه اولیه در کار است. برای آنها ما کورس های اساسی به حسابگیری محاسب میگذاریم، کورس های یک اس بوگالتری میگذاریم و کورس های اکسل برای بیزنس. یعنی آدمانی هستند که در به حسابگیری خود برنامه های اکسل را استفاده میکنند، مایکروسافت آفیس، لیکن بسیار امکانیت های این برنامه را نمیدانند. ما اول برای آنها بعضشان را بخواد کرده از این کورس ها، بعد آنها را برای کورس های سرتیفیکاتی کپسی پر سپاریدن، امتحان های کورس های سرتیفیکاتی کپسی پر سپاریدن درس ها میگذاریم. در همین جا بینندگان ارجمند صحبتی ما با استاد جناب الدین اشورov به پایان میرسد. ما به شما وعده میدیم که در نوارهای آینده ما با استاد جناب الدین اشورov مفصل راجع به این موضوع حتما برمیگردیم و چند درسی از مرکزی استاد جناب الدین اشورov رو پیشکش شما عزیزان میگردانیم. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را ببینید.